سلام خدمت همه زعفرانی‌های عزیز. امروز میخوایم راجع به سریال نمایشخانگی کنکل صحبت کنیم. سریال کنکل اولین سریال رسمی پلتفرم نمایشخانگی استارنت هستش. پلتفرم استارنت با 3 برنامه کارش رو میخواد شروع کنه که اولیش همین سریال کنکله و کافه ژوله و یه سریال دیگه هم در راه داره. و اما راجع به سریال کنکل، یک تیزر 56 ثانیه‌ای حدود 3 هفته پیش از سریال کنکل پخش شد که کسایی که دیدنش متعجب شدن، چون یک چهره آشنا درش دیدن که فکر نمی‌کردن به این زودی ببیننش. خانم هانیه توسلی در این سریال بازی میکنه. خانم هانیه توسلی بعد از اعتراضات 1401 تقریبا در هیچ کار تصویری حضور نداشتند به صورت رسمی تا به امروز و سریال کنکل اولین سریالشون بعد از بازگشتشونه که من به شخصه خیلی خوشحالم و امیدوارم اونایی هم که میان هیت میدن مثلا بعضی جا به این فکر کنن که هنرمندان هم حق حیات، حق امرار معاش و حق حتی ابراز احساسات، ابراز هنر خودشونو باید داشته باشن دیگه. وقتی کار نکنن همه این حقوق ازشون گرفته میشه. در واقع هنرمند باید کار کنه که خودش رو به جامعه نشون بده، صدای خودش رو به جامعه برسونه. و اما بریم سراغ خود سریال کنکل. سریال کنکل سریال بسیار خوش ساخت به نظر میاد، با اینکه تنها 2 قسمت از این سریال بیرون اومده، ولی میشه حد زد که در 13 قسمت بعدی شاهد اتفاقات جالب، بعضی موقع سورپرایز، اکشن و حتی چرخش های داستانی زیادی باشیم. اکشن میگم به خاطر اینکه در تیتراژ سریال نام یک گروه 10 نفره بدلکار خفن به عنوان گروه بدلکاران این سریال به چشم میخوره که نوید صحنه‌های اکشن خوب تو این سریال میده. خب بریم سراغ بازی های این سریال. به نظرم همشون یا خوبن یا درخشانن، یعنی اینکه جز مهدی پاکدل که فعلا چیزی ازش ندیدیم، البته تو تیزر چند فریم از بازی ایشونو با سحر، کسی که مثل اینکه قبلا باش ازدواج کرده بوده رو میبینیم که بعدا بهش میپردازیم. ولی غیر از مهدی پاکدل که فعلا همون بازی همیشگیشو که در سریال‌های تلویزیون هم داره، بقیه بازیگرا واقعا خوبن. هانیه توسلی خوبه به اندازه است، صابر ابر فوق‌العاده است، پدرام شریفی هم خوبه هم فوق‌العاده است، هم بازی داره که آدمو شگفت زده میکنه. راجع به صابر ابر باید بگم که بعد اینکه ما ایشونو تو تاسیان دیدیم و همه بار دیگه به این پی بردیم که صابر چه بازیگر خوبیه و چقدر گریم تاسیان روش نشسته، با موهای فر، ابروهای فر و سیبیل، کاملا شده یک مرد شرقی دهه 50، یک مرد ایرانی دهه 50 که خیلی هم خوشتیپ شده و چراش دخترها شده. میبینیم که همه قربون صدقه صابر ابر میرن یا سعید سریال تاسیان میرن. هم بازیش خوبه و هم گیریمش خوبه و باید به خانم تینا پاکروان احسنت گفت به خاطر اینکه تونسته با یک گیریم خوب و یک بازی گرفتن بسیار خوبتر یک چهره بازیگری مثل صابر ابر رو که میدونستیم بازیگر خوبیه اینجوری بیاره بالا و بازی فوق‌العاده‌ای ما از صابر ابر ببینیم که تا مدت مطمئنا تو ذهنمون خواهد.
اما بازی صابر ابر تو این سریال بازی بامزه‌ایه. یعنی اینکه سعی شده که بار کمیک سریال روی صابر ابر و پدرام شریفی و پلیس های سریال باشه. حالا راجع پلیس های سریال بعدم باهاتون صحبت خواهم کرد. چون 11 رو فوتبال بود، پنه قبلش اومد. بازی کجا کریستال پالاس و ولورهمپتون. این دارم من بنویسم؟ بله. ور همتون و اصلا چرا اون بازی؟ مگه شما طرفدار این تیم؟ این ابی رفیق ما جوشیه، بازی حساس باشه. خب کارگردان سریال نشون داده که کارگردان فوتبالیه، یعنی اینکه خودش طرفدار فوتباله و چون نویسنده و کارگردان کنکل هم خودشه، توی قسمت اول که پر بود از ارجاعات فوتبالی، شوخی‌های جنسی فوتبالی، مثل همون بازی ولورهمپتون و کریستال پالاس که پدرام شریفی میخواست کریستال پالاس رو برای مأمور حراست و پلیس هجی کنه، واقعا بامزه. خیلی نیمه اول ولورهمپتون 3 تا زد، این دوباره هرسی شده شروع کرد که ما 15 تا چمپیونز لیگ بردیم و اینا، زد بیرون. کی 15 تا برده؟ رئال مادرید دیگه. الان اینایی که گفتی چه ربطی به هم داره؟ ربطی نداره، این هرسی میشه میگه ما 15 تا چمپیونز لیگ بردیم. من چم عقب میفته میگه با 500 چمپیونز لیگ. سیستم دفاعی بدنشه. و یکی دیگه از منابع طنز سریال پلیس های سریال هستن که یک جناب سروان دارن و یه توتکابونی که میگه من بچه گیلانم، گیلکم و تونکابونی هم مازندرانی هم و توتکابونی. سروان سریال رو محمد رضا صولتی بازی میکنه که بازیگر بسیار خوبی است. ما تو ساخت ایران هم دیدیم که چقدر توانایی طنز بازی کردن داره. یک نمایش کمدی موزیکال هم داره که اگه پول و وقتشو دارین و میتونیم بریم نمایش تئاتر ببینین توی تهران، حتما برین و این کمدی موزیکال رو ببینین. یکی دیگه از نقاط قوت سریال اینه که مخاطب رو غافلگیر میکنه، در حالی که همه کسایی که قسمت اول رو دیدن دلشون واسه شخصیت ابی صابر ابر میسوخت که این بنده خدا رو بیگناه گرفتن و 3 نفر بعدی مهدی پاکدل و هانی توسلی و پدرام شریفی دزدای اصلی کارکنن. تو قسمت دوم متوجه شدیم که اصلا خود ابیه همه کار از خود ابیه آدم جور کرده که بتونن اون بشکه 220 لیتری رو بفروشن و اون آدمش هم اینقدر وفاداره که تا ابی نیاد بیرون از زندان پولا رو تقسیم نمیکنه. میداد من میذاشتم تو کیفم، چه فرق میکنه؟ هر دفعه خودش بود، اختیار داشت. حالا من پولو بدم به شما 4 روز دیگه بیاد بگه سعی من چی شد. نه خانم دکتر، اگه الان رفتی بیرون گرفتنت چی؟ اما راجع به عیبای سریال بخوایم صحبت کنیم، عیب که نه کم بود. چیزی که به نظر من خیلی کم بود بعضی جاها ریتم بود، به خصوص قسمت دوم ریتم خیلی موقعا میافتاد. موقعی که مهدی پاکدل و هانی توسلی با هم صحبت میکردن آدم حوصله‌اش سر میرفت. تو اون خونه خرابه بعضی موقع زیادی کشدار، زیادی متول و زیادی حوصله سربر بود، مخصوصا اینکه از موسیقی متنم استفاده نمیشد، یعنی آدم میتونست صدای جرز دیوارم بشنوه. البته موسیقی متن سریال خوبه، جاهایی که لازمه که هیجان بده آدم واقعا با موسیقی احساس هیجان میکنه و جاهایی که اون جایی که پدرام شریفی دنبال ابی میگشت که نکنه بره یه بلایی سر احمد زاغی در قسمت دوم بیاره، اون واقعا
موسیقی به آدم حس اضطراب و استرسی که پدرام شریفی داشت رو منتقل میکرد. اما بریم سراغ چند تا گاف یا عیبی که سریال داره. لوکیشن اصلی سریال کارخونه‌ایه که ما نمیدونیم کارخونه چیه، فقط میدونیم که یک بشکه‌های 220 لیتری به عنوان مواد اولیه استفاده میکنن که قیمتش خیلی گرونه. حالا بعدا راجع به این صحبت میکنم، اما میخوام راجع به خود کارخونه صحبت کنم. کارخونه سریال کنکل همون کارخونه‌ایه که کارخونه جمشید نجات توی سریال تاسیان هست. بله، کارخونه همون کارخونه است. حتی دستگاهایی که مثلا دستگاه ریسندگی بود توی کارخونه تاسیان عوض شده و یه چیزایی مثل دوک نمیدونم آلومینیوم چی اون بالاش قرار داده شده و مثلا کاربری کارخونه عوض شده. یعنی جایی که سرکارگر کارخونه حضور داره، اون اتاق شیشه‌ای که سرکارگر کارخونه هست هم دقیقا همون اتاق شیشه‌ای بود که شیرین نجات و وکیلش داشتن پرونده ها رو مرور می‌کردن که متوجه شدن که کارگرها دستگاه رو خاموش کردن و دارن اونجا گلیا پوچ بازی میکنن. خب این هم طبیعی هست که اگه بخواین از لوکیشن کارخونه استفاده کنین، طبیعتا شما بیشتر از یکی دوتا لوکیشن نخواهید داشت که بتونین توش فیلم برداری کنین و این شباهت و یکی بودن لوکیشن ها به نظرم غیر قابل اجتناب بوده. یک گاف دیگه که سریال میده اینه که سرکارگر که مهدی پاکدل هست سوزوکی ویتارا داره و اینش عجیبه که اینا میان یک بشکه های 220 لیتری یعنی 3 تا بشکه 220 لیتری رو دزدیدن که جز مواد اولیه کارخونه بوده و رفتن اونا رو به مالخر و اون کسی که این بشکه ها رو میخریده فروختن و پولی که بابت فروخته شدن این 3 تا بشکه میگیرن عجیبه. یعنی که برای هر بشکه اون چیزی که ما دیدیم برای هر بشکه 220 لیتری حدوداً مثل این که 480 میلیون اینا پول گرفتن. از کجا میگم؟ از جایی که حسین امیدی که نقش رابط صابر ابر یا ابی رو با خریدار داره اومد که پول دزدی رو تقسیم کنه، به هر کس حدود 8 بسته 100 تایی اسکناس 100,000 تومانی یا تراول چک 100,000 تومانی داد که میشه 80 میلیون. خب اگه ما دزدار یا شریک دزدار رو 6 نفر حساب کنیم، یعنی این که ابی و زنش رو جدا جدا حساب کنیم، میشه 6 تا 80 میلیون تومان، میشه 480 میلیون. اما اگه ابی و زنش رو یه نفر حساب کنیم، مهدی پاکدل، هانی توسلی، پدرام شریفی صابر ابر و حسین امیدی هر کدوم اگه 80 میلیون بهشون برسه میشه 400 میلیون. خب یه سوال دیگه هم که پیش میاد اینه که این چه بشکه‌ایه که 220 لیترش 400 میلیون. خب البته من حدس می‌زنم که در ادامه آقای رامتین لوافی که خودشون هم نویسنده هستن به احتمال زیاد به این سوال توی فیلم اشاره میکنن. اما بریم سراغ چیزایی که من امیدوارم که آقای رامتین لوافی هیچ وقت سراغش نره. اولین چیز اینه که این احمد زاغی که اسمش هم ممزه انتخاب شده از روی احمد زاغی نمیره. یعنی اینکه نریم تو فاز این که ابی زد تو سر اینو این بنده خدا مرد و الان ابیو بندازین زن، چون از این سریال ها دیگه اینقدر پخش شده جان سخت و
همین وحشی دیگه انقدر این 2 ساله پر شده از این سریال ها. امیدواریم که یک سریال تقریبا ماجراجوی کمدی داشته باشیم به جای اینکه دوباره بریم سراغ سریال جنایی پلیسی که به نظر من همینجوری هم خواهد شد، چون سریال بار کمدی داره. فکر نکنم سمت اون قسمت بره که بخوان صابر ابر رو قاتل معرفی کنند. و اما بریم سراغ پیشبینی سریال. پیشبینی قسمت‌های آینده کار سختیه، چون که کارگردان طوری سناریو رو نوشته که پیچیدگی داشته باشه و بتونه سریال رو به نظر من 2 بار حتی در قسمت‌های آینده دوباره پیچش بده سناریو. خب 2 اتفاقی که ممکنه در آینده سریال بیفته. توی تیزر سریال ما یک شخصیت رو میبینیم به نام سحر که گفته میشه که همسر قبلی مهدی پاکدل هست و میدونیم که مهدی پاکدل و هانیه توسلی هم به هم علاقمندن توی این سریال. اما اون چیزی که توی تیزر میبینیم اینه که سحر هنوز نتونسته از عشقش به مهدی پاکدل دست برداره و نوعی عشقش سایکیک شده و به نظر من این در ادامه سریال باعث میشه که بازی‌های خوبی از مهدی پاکدل و شخصیت سحر که خدمتون عرض کردم ببینیم. اما راجع به سرنوشت دزدی به نظر من پیش بینیش از الان سخته، ولی اون چیزی که ما از صابر ابر دیدیم و تصمیمی که داشت میگرفت، به نظر من ابی تصمیم داره که خودش به تنهایی همه پول دزدی را به همراه اون رابطش حسین امیدی برداره برای خودش. حالا شاید در این بین پدرام شریفی هم بهشون اضافه بشه. از اونجایی که ما دیدیم تو سریال که ابی از احمد زاغی کینه به دل گرفته و رفت که احمد زاغی رو زد و تشنج کرد و خانومش هم که ستاره پسینیانی بود به ابی گفت که ممکنه بمیره و ابی هم ترسید و گفت اینجوری که بدبخت میشیم و بعد از اون تصمیم گرفت که برگرده سراغ خونه خرابه و دوستاش و بهشون بگی که بریم دزدی انجام بدیم. همینجام یه پرانتز باز کنم و به بازی خوب ستاره پسیانی اشاره کنم که این بازیگر الان یه 3-4 سالی بعد از کرونا اصلا یه تولد دوباره داشته. ما اصلا فکر نمی‌کردیم که ستاره پسیانی بیاد روی بیلبوردهای سینما، بیاد در نمایش خانگی و اینقدر نقش‌های درخشان بازی کنه. نقشش تو سریال کنکل تا اینجا به نظر من درخشان بازی کرده. یکی از عوامل بامزدگی سریال و اینکه من شخصا خودم سریال رو میبینم بازی ستاره پسیانی. جایی که به ابی گیر داد که مثلا چرا رفته سراغ پمپ بنزینی که نزدیک خونه دوست دختر قبلیش بوده، به نظر من جالب بود و حتی بامزه بازی کرد. حاملگیش بامزه است، اداهای بامزه‌ای داره و اینکه گفت من از غرب تهران بدم میاد، به نظر من یکی از دیالوگ‌های ماندگاری بود که تو قسمت دوم گفت. هست غرب تهران. غرب تهرانه؟ بچه ها شاهین اومده میخواد پولو بده به بزنیم بقیش بربر. من اصلا از غرب تهران خوشم نمیاد. در نهایت باید بگم که سریال کنکل تا اینجا واقعا عالی بوده، یعنی که تونسته مخاطبش رو نگه داره. ثانیه به ثانیه من که لذت بردم از بازی ها و مجذوبم که ببینم در
15 قسمت این سریال زیبا چه اتفاقی میفته. در نهایت برای شما همه زعفرونی‌های عزیزم آرزو میکنم که این سریال رو ببینیم و باهاش اوقات خوشی و کنار خانواده داشته باشین. مطمئنم که اگه این سریال رو ببینین پشیمون نخواهید شد، هرچند که تنها 2 قسمت از این سریال بیرون اومده، ولی با توجه به شناختی که از آقای رامتین لوافی داریم پر خواهد بود از صحنه‌های بامزه، اکشن و ماجراجویی و تعلیق‌هایی که به نظر من توی هر قسمتی که در آینده خواهد اومد یک پیچش و یک تعلیق خواهیم داد که باعث میشه که بیننده به دیدن قسمت‌های بعدی این سریال ترغیب بشه. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشین و آرزوی موفقیت دارم برای هانیه توسلی، صابر اول و پدرام شریفی که در این سریال تا حالا خوب بودن. امیدوارم که باز هم بهتر بشن